قسمت بوش راهنما میل راهنما رو ایجاد می‌کنه. در این قالب چون ارتفاع سنبه و ماتریس کمه، بوش راهنما رو از صفحه پشتبند پران شروع کرد. بوش راهنما یک سوراخ سوراخ بزرگتر هولوش نیم میل بزرگتر از کوچکترین قطر میل راهنماست. اندازه قطرهای میل راهنما هم که به صورت معمول استفاده میشه در یک نقشه تو اسلاید آخر گذاشته میشه. در سالیدورگ راحت ترین روش برای ایجاد سوراخ میل راهنما و بوش راهنما این هستش که یک صفحه کمکی در نظر بگیرید در قسمتی که قرار میل راهنما نصب بشه. میل برگشت رو میزنیم. میل برگشت از صفحه پران شروع میشه تا صفحه سنبه. باید در قسمتی زده بشه که برخوردی با راه آب، میل پران ها، راهگاه نداشته باشه. راه آب در صفحات سنبه و ماتریس ایجاد میشه و وسط صفحات راه آبو میزنن. اینجا یه صفحه کمکی در نظر گرفتن در وسط صفحه سنبه و راه آبو میزنیم. راه آب باید حالت چرخش داشته باشه. یک ورودی داریم، یک خروجی و برای اینکه چرخش داشته باشه سوراخی که راه به در هست در دو طرف کور میشه. راه آب در صفحه ماتریس هم به همین شکل میخوره. این قطعمون حفره در صفحه سنبه و ماتریس یک شکله. راه آبو هم یک جور میزنیم. به طور کل در صفحه ماتریس دستمون بازتر هست چون فقط سوراخ پیچ داریم اونجا. سوراخ های دیگه مثل پران، میل برگشت، راهگاهکش رو نداره. حالا نوبت سوراخکاری محل پیچ هاست. این صفحه از کتاب جداول در مورد پیچ های سراستوانه آلنی که رزوه معمولی دارن که مناسب برای قالب هاست. دین 912 و این شماره ایزو هم میبینید که 4762. تمام اندازه ها رو اینجا زده. اندازه ارتفاع، طول، قطر بزرگ، قطر خود پیچ. اول محل پیچ ها رو با فرمان پوینت انتخاب میکنیم و با فرمان هول ویزارد جای پیچ ها رو مشخص میکنیم. راه پیچ M12 کفشک متحرک رو به صفحه پشتبند سنبه وصل میکنه. سوراخ گل پیچ در کفشک متحرک ایجاد میشه. پل ها سوراخ هستن و صفحه پشتبند سنبه رزوه میخوره. این سوراخ ها راه بدره. صفحه پران و پشتبند پران هم با 6 تا پیچ M6 به هم متصل شدن. اینا هم سوراخ‌های راه به در دارن. جاهای پیچ M8 یا M10 هم صفحه پشتبند سنبه رو به صفحه سنبه متصل میکنه. کفشک ثابت هم به صفحه ماتریس متصل میشه با پیچ های M8 یا M10.
اینها هم سوراخش راه به در نیست.